در پی از جانب مقامات تاجیکستان بازداشت شدن 10 تن از نزدیکان اشتراکچیان اعتراضهای مخالفین تاجیک در برلین اکنون توسط صحیفه‌های نزدیک به مقامات چند ویدیو این بازداشت‌ها نشر شد که در این ثبت‌ها آنها فرزندان خود را برای اشتراک در اعتراضهای ضد پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان محکوم کرده یکیش از پرزیدنت برای رفتار فرزندش عذر می‌پرسد. در کدام شرایط ثبت شدن این ویدیوها معلوم نیست و این هم معلوم نیست که آیا آنها این سخنان را به اختیار خود به زبان می‌آورند و یا آنها را مجبور کردند. بنا به معلومات دریافتی ثبت چنین ویدیوها با محکوم کردن فرزندانشان در محضر عام یک شرط مقامات برای آزادی این بازداشت شده بوده است. در ویدیو تقای مراد خالقوف پدر بیروز تقایزاده معروف به سلمان خالقوف یکی از لیدرهای حرکت اپوزیسیونی گروه 24 و مجری برنامه صدای مردم احساس می شود که او متن تیار شده را ظاهرا از روی کاغذ قرائت می کند. تقای مراد خالقوف که در مکتب دهه شیخان جماعت راحتی نویه رودکی معلم عودی است و شب 29 سپتامبر در بازداشت قرار داشت، در مراجعتنامه ویدیویش که روز 8 اکتبر سال 2023 نشر شد رفتار پسرش را محکوم می کند و می گوید که اگر دیگران برای فرزندانشان افتخار کنند او از فرزند خود شرم می دارد. تقای مراد خالقوف در این ویدیو همچنین از پرزیدنت تاجیکستان برای فعالیت‌های اپوزیسیونی فرزندش عذر می پرسد. بیروز تقایزاده روز 9 اکتبر سال 2023 در مصاحبه با پایگاه خبری بامداد گفت وضعیت پدرش را خوب درک می کند. من خوب می دونم که پدرم در کدام وضعیت چه حرف را می زند. چهره پر از غم و فشار بلند در سیمایش دیده می شود. متاسفانه در کدام شرایط این متن آدم روایی را خونده است خودش می داند و خدا. هنوز معلوم نیست که آیا پدر بیروز تقایزاده را بعد این ویدیوی توبه آزاد کردند یا نه. اما گلخمار وصیف و مادر 50 ساله عبدالخلیل وصیف یک فعال دیگر مخالفین را بعد نشر مراجعتنامه‌اش جواب دادند. عبدالخلیل وصیف برادر عبدالرحیم وصیف است که سال 2017 از روسیه به تاجیکستان برده شده به 23 سال زندان محکوم گردید. عبدالخلیل وصیف بعد زندانی شدن برادرش سال 2019 همراه اویلش به آلمان پناه آورد و 2 فرزند خردیش در اروپا به دنیا آمدند. او در اروپا به فعالیت‌های اپوزیسیونیش ادامه داده از جمله در اعتراضهای روز 28 و 29 سپتامبر در برلین فعالانه اشتراک داشت. عبدالخلیل وصیف در مصاحبه با پایگاه خبری بامداد خبر داد که از بس که پدرش سالها باز در مراجعت کاری در روسیه قرار دارد کارمندان مقامات الکی شب 29 سپتامبر به خانه آنها در دهه گذر بالای نویه قبادیان آمده مادرش را با خود بردند. گلخمار وصیف 3 روز باز در بازداشتگاه واقع در مرکز نویه شهر توز و سپس 2 روز دیگر در شهر باختر نگاه داشته به گفته پسرش تنها بعد به او زنگ زدن و قطع فعالیت‌های اپوزیسیونی او را طلب کردنش از بازداشت رها کردند. در ویدیویی که ترول‌های حکومت نشر کردند گلخمار وصیف و پسرش را برای اشتراکش در اعتراضهای مخالفین مذمت میکند و هشدار میدهد که اگر یک بار دیگر صدایت را برآوری من دیگر تلفنت را نمیبردارم، من دیگر این خیل بچه ندارم، تو هم دیگر اوچه نداری، برای من درد و غم عبدالرحیم بس است. معلوم نیست که آیا این صحبت در کدام شرایط صورت گرفته است و آیا گلخمار وصیف با اختیار خود این حرفا را به زبان میآورد یا نه، ولی پسر او عبدالخلیل وصیف معتقد است که مادرش را در عوض آزادی به گفته این حرفا وادار کردند. به حساب سازمان دیدبان حقوق بشر مقامات تاجیکستان در پی سلسله اعتراضهای روزهای 28 و 29 سپتامبر 47 تن از خویشاوندان اشتراکچیان این اعتراضها و چهره‌های شناخته مخالفین را بازداشت کردند. حامیان حقوق چنین عمل مقامات تاجیکستان را انتقامگیری نامیده از جامعه بین المللی خواستند که به حکومت تاجیکستان فشار آورده دوشنبه را به اجرای عهده‌داری‌هایش درباره رعایت حقوق انسان وادار کنند.